تعقیب کردی؟ پیشور این کیه؟ ترا نیده بودش. منو تعقیب کردی به خاطر یک مش غذا؟ بیا بینم پیشور این کیه بابا؟ اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. پیشور اینو نزن، این بچه هست، این گناه داره. پیشور من از هیچ خدایی نمیترسه خدایی. این فقط نباید با پیشور کل کل کنه، همین. نه نکن تو رو میگیره. حالا چون بچه هست ممکنه داره رد میده. این فیلم ها دیدی یو مثلا ترمیناتورها قیافشون پیشور رد دادی تو رو بردم تو ها. خدا آفرین پسر عاقل من. الیور چجوری منو تعقیب کردی 6 تا کوچه الیور؟ یعنی اگر واسه پیشول کل کل میکرد کاری با این میکرد، ولی خب عاقل بود.